الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، تا اینجای دهه کرامت به شما خوش گذشته باشه. دیگه همه دارن مهیا میشن حسابی برای برگزاری جشن ولادت ولی نعمتمون، همه کس و کارمون، پشت و پناهمون، امام رضا جانمون. انشالله که همه در این جشن بزرگ سهیم باشیم و خوش به سعادت اونهایی که یا الان مشهدن یا تو راه مشهدن، حالا یا تو قطار و ماشین هواپیما، یا اونایی که الان دارن مهیا میشن چمدون رو ببندن، خلاصه کارا رو راستریس کنن که در واقع سفر کنن به مشهد مقدس و زائر با مرام و معرفت امام رضا جانمون باشن. از همشون التماس دعا دارم، ضمن اینکه آرزو میکنم هنوز دیر نشده، نصیب قسمت من و شما بشه زیارت با معرفتشون. ان شاء الله به دعای خیر شما و حاج آقای حائری زاده عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام، سلامت باشید. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام و همچنین بینندگان بزرگوار عرض ادب و احترام دارم و ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم. مخلص شما هستیم. آقا ما یه دونه امام رضا که بیشتر نداریم توی مملکتمون، یه دونه امام معصوم، یک هدیه بزرگ از خدای بزرگ و مهربانمون که اینقدر ما رو دوست داشتن که اینجا در واقع ما بهره‌مندیم از وجود نازنینشون و خلاصه کیفش رو میبریم، لذتش رو میبریم. الحمدلله. آره. خب ما از دیشب شروع کردیم پیرامون وجود نازنین حضرت رضا سلام الله علیه صحبت کردن رو و شنیدن از استاد حائری زاده عزیز رو، پیرامون سیره اجتماعیشون، سیره اخلاقی اجتماعیشون میشنویم و نحوه تعاملشون با افراد خانواده، با مردمان در واقع جامعهشون، اینکه چطور امام رضا برخورد میکردن با آدمای مختلف در واقع شرایط مختلف. اواخر بحثمون رسیدیم به ارادتی که امام رضا جانمون به ساعت قدسی قرآن کریم داشتن. حالا اگر صلاح تونستن از همونجا پی بگیریم ادامه هم شد. خدمتتون عرض کنم که حضرت یه جمله‌ای داره راجع به قرآن، فرمودن هو حبل الله المتین و عروة الوثقی. حبل الله ریسمان الهی قرآن. به قول بزرگی میگه وقتی قرآن میخونید، خدا رحمتش کنه دنیا رفت، میگه وقتی شما قرآن میخونید شیرینیشو حس میکنید. بعد مثال میزد، میگه وقتی شما شکلات میخورید، یه چیزی شیرین خوشمزه میخورید، یه ملچ ملوچی میکنید، میگه حس کنید، هضم کنید. حتی بعضی وقتا اسم این خوردنیا میاد ظاهرا مترشم مثلا بگیم قره قروف یه بزاق دهانشون، یعنی این یه بحثیه که برای همه ثابت شده است، هم قرآن هم اهل بیت. فما احلا اسماء. آره. وقتی اسم شما رو ما میشنویم شیرین میشیم. اصلا یه روایت دو کلمه‌ای بخونم، فرمودن که شیعتنا حلویون، شیعیان ما شیرینه. ای جانم، اخمو نیستن، غضبناک، با خودش دعوا داره، با اون دعوا داره، با هیچکی نمیسه. نه آقا شیرینه، خوشمزه، شادیشون تو چهرهشون، غمشون تو دلشونه. حالا یه جمله هم یاد استادمون مرحوم آیت الله سیبوی کنیم، ایشون هم فیض ببره. ایشون میفرمودن که 10 شب ما رو کرمانشاه دعوت کردن و خب پیرمرد نزدیک 90 سالش رفته بود اومده بود، کسی پاکتی مصافحه‌ای با ایشون نکرده بود. ایشون هم خب برای خدا رفته بود و اما به زبان طنز اینقدر شیرین بود، یه بیت شعر سروده بود. گفت پس از آن منبر و آن سوز و آن آه، دو جیبم پر گشت از طیب الله. همه گفتم طیب الله انفاسکم، طیب الله انفاسکم. خوشمزه بود. باور کنید آدم میدیدید یاد خدا میافتاد. یعنی هر کی امام رضاییه، هر کی میخواد با قرآن مأنوس بشه، این 3 تا نکته رو داشته باشه. فرمودن من یذکرکم الله رؤیته، دیدنش یاد خدا بندازه. ببینید اهل بیت دنبال دکور فقط نبودن، دنبال فقط ظاهر شرط ها، اما ما اجازه نداریم هی خط کشی کنیم،
این جهنمیه، این قیافش مثل کافران میمونه. نه این مؤمنه چون صرفا یه محاسنی داره و یه انگشتری داره. نه اینا خوبه، ولی میخوام بگم تو اینا هرگز قضاوت نکنیم، پیش قضاوت نکنیم، پیش داوری نکنیم. دیدن آدمو یاد خدا بندازه. و یرقبکم فی الاخرة عملو، وقتی کار میکنه عملی انجام میده میگی دیندار یعنی این. من یه جمله بگم، واقعا دیندار به کی میگن؟ به هر یه هیئت بره میگن دیندار. بنده که به عنوان حالا یه خورده تو معارف اسلامی کار کردیم، از اساتید یاد گرفتیم، صرفا به صرف هیئتی بودن آدم دیندار نمیشه. بعد که اون چیزی که یاد میگیره در فکر و کلام و اندیشه و گفتار و رفتارش حداقل باید یه بخشیشو پیاده کنه. همینطوره. اگر نه که هیچی. اگر نه که الان شما ببینید گاهی وقت آدم نگاه میکنه خدایا جامعه ما، جامعه دینی، شبکه قرآن، اینمه برنامه‌های معارفی، گاهی پس چرا خروجی جامعهمون اونجور که انتظارش هست نیست؟ خب این نیاز به این داره که کارشناسی بشه، بازنگری بشه. من میخوام عرض کنم که وقتی ما میگیم امام رضا علیه السلام با قرآن مأنوس بود و اگر کسی این رو از امام هشتم یاد گرفت و انسش رو با قرآن زیاد کرد، دیدنش آدم یاد خدا میندازه، عملش دیگران ترغیب به آخرت میکنه، گفتارش باعث میشه یه چیزی گیر طرف بیاد. پیش کسانی باشیم که اینجوری هستن. من میخوام بگم که بیننده‌های بزرگوار، پدر مادرها، عزیزان، اگر یه کاری کنی برنامه مدون داشته باشیم تو خانواده، بله. شبی 10 دقیقه کنار در محضر قرآن باشیم. شبی 10 دقیقه موبایل خاموش، تلویزیون خاموش، وسایل مزاحم خاموش، خانواده، پدر مادر، خواهر برادر، همه بشینن با قرآن. بعدم مثلا یه آیه‌ای که حالا شاخص ترین آیات هست اون صفحه، قبلش هم حالا تفسیری چیزی هستش. الان هم که دیگه مثل سابق نیستش که الان نرم افزارها هستش، همه چی در دست، همه‌ش هم در دسترس، خیلی معونه‌ای نداره. خریدی هم یه فقط همتی میخواد و بالاخره وقت گذاشتن میخواد. واقعا قرآن دریاست. تو روایت دیدم القرآن حیون، قرآن زنده است. به میزانی که ما خودمون رو به قرآن عرضه میکنیم، قرآن خودش رو به ما عرضه میکنه. یعنی شما امروز از این آیه فلان مطلب رو درک میکنی، فردا به همون آیه مراجعه میکنی، یک لایه دیگه به رود باز میشه. اینجور نیست که حد یقف داشته باشه. من یه چیزی بگم مثلا، بفرمایید. هیئتی سر کارش با کیه؟ هیئتی میره تو هیئت ذکر امام دیگه، بله. یا امام رضاست یا امام حسین، ذکر خداست. بله ذکر امام. ذکر خدا، ذکر امام. خب امام حسین برای محقق کردن آیات قرآن مگه نبود اصلا قیام کرد؟ بله. امام رضا که به ما فرمودن من هر 3 روز قرآن رو ختم میکردم. تو سفرشون از مدینه به مرو فرمودن، گفتن که هر شب تا دیر وقت قرآن میخوندن، همه میدیدن. خب این همه انس امامان ما، امام حسین جانمون که براشون میمیریم، امام رضا جانمون با قرآن، به فرمایش شما من این که همین عاشق زیارتشون میرم، هیئتشون میرم زیارتشون، نباید این به من انتقال پیدا بکنه، این انس با قرآن؟ حتما. چرا؟ این تنظیم زندگی بر اساس قرآن. حتما همینطوره. به همین جهت گفتن آقا کف قرآن خوندن تو شبانه روز 50 آیه است. 50 آیه. سقف دیگه نداره. فقر و ما تیسر من القرآن. آره امام صادق فرمود. حالا من عرض میکنم که حالا نمیتونی آقا میگی یه جز سخت قرآن خوندن، وقت ندارم، حالا به هر دلیلی، آقا یه صفحه قرآن بخون ولی هر روز بخون. آره. مقام معظم رهبری میفرمودن به جوونا یه قرآن کوچولو تو جیبتون باشه، هر موقع فرصت پیدا کردید سری قرآن رو بخونید. ما اکثر شهدامون که به درجه شهادت نائل اومدن همینطور بود. آره. قرآن تو جیبشون بود، میخوندن. البته صرف خوندن هم کافی نیست. مرتبه بعدش تدبره. تدبر در قرآن. بعضی جوونا میگن آقا نمیتونیم خودمون نگه داریم اینو. آقا نمونه یک جوانی که در اوج جوانی است، در قصر عزیز مصر، خودشو نگه داشت. جناب یوسف علیه السلام. ما نمیتونیم، نمیشه. جناب آسیه همسر فرعون خودشو تو قصر فرعون نگه داشت. فردای قیامت حجت شرعیه.
بله واقعا سخته ولی شدنی است. پدر مادر یعنی این بستر رو آماده کنن. یعنی میفرمایید راه نگهداری رفاقت بیشتر با قرآنه. بله انس بیشتر. ببینیم فقط ما قرآن رو نخونیم رد شیم. این که امام هشتم وقتی با آیات عذاب میرسن تحمل میکردن، با آیات بهش میرسیدن تأمل میکردن. آقا همین یه دونه آیه کسی به فضای خادمه عرض کرد که یه نصیحت کنی. فضای خادمه حافظ کل قرآن بود، عمری رو به زبان قرآن حرف بله تو محاوراتش هم حتی با قرآن صحبت میکرد. گفتن یه موعظه بفرمایید شما که نفس حضرت زهرا بهتون خورده، ایشون این آیه رو خوند، فرمود همین یه دونه آیه بستونه، علم یعلم بأن الله یرا. اگه من بدونم که خدا داره میبینه، ما من نجوا ثلاثه، 3 نفر در گوشه حرف بزنید الا هو رابعهم، 4تون خداست، ولا 5، 5 نفر باشی یواشکی الا هو سادسهم، هو معکم اینما کنتم یا اینما تکونوا. آقا همه جا با ماست. ضمن این که با ماست آقا 2 تا ملک هم داریم آخه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اینا هستن با ما. به قول بزرگ میگه یه وقتا بشینید با ملکتون حرف بزنید، یه وقتی دید تقی به تو جواب دادن و میدن. اینا هستن همراه ما. والله علی کل شیء شهید. این هم قرآنه. آقا میخوای نوجوان دختر نوجوان پاک رو ببینی، نگاه کن فلینظر الی مریم علیها السلام. هر وقت میرفت کنار محراب وجد عندها رزقا، میگه سفره آسمانی جلوشه. یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله. حالا این مریمی که به این مقام رسیده بهش بستن، تهمت زدن، این بچه از کجا؟ سوره مبارکه مریمه. فرمود یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش من مرده بودم. آقا آبرو مؤمنو بردن بده، والله بده. آبرو ببرم خدا آبرومو میبره. وا آبرو داری کنم خدا آبرو داری میکنه. زیر پای کسی خالی کنم خدا زیر پامو خالی میکنه. یعنی همه چی حساب کتابه. یعنی اینجوری نیست که مثلا یه چیزی بگیم تموم شد، نه، مو رو از ماست میکشن. یعنی اگه آدم حسابگر باشه مواظبت داره، خیلی دقیق. خدا رحمت کنه آمیزا اسماعیل دولابی رو. من از 20 سالگی توفیق داشتم میرفتم خدمت ایشون. خوش به سعادت. خدا رحمتشون کنه ایشونو. ایشون میفرمون فرش خونتون هرچی تمیزتر باشه آشغالای ریز به چشتون بیشتر میاد. جارو برقی کردیم خونه رو تمیز، یه تیکه نون خورده خودشو نشون میده. قلب هرچی تمیزتر باشه احسن، هرچی تمیزتر بیشتر ناخالصی بیشتر نشون میده. بعد یه بزرگ دیگه مثال دیگه ای میزد، میگفت ترازو رو دیدید؟ یه ترازو هستش که مخصوص زرگراست، مسقالیه، گرمیه. یه ترازو از این هندونه فروشی ها دارن، یه ترازو دیجیتالیه. اما هرچی ترازو ظریفتر باشه پشه به پره نشون میده، قلب وقتی سبک باشه نشون میده. حرف زدن آدم وقت عوض میشه وقتی با قرآن مانوس بشه. باز برگردیم به قرآن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یعنی آدم خودشو با قرآن محک بزنه و کنار قرآن مفسر قرآن اهل بیت، قرآن ناطق. قرآن ناطق. آقا ما باید بریم یه فاصله بگیریم برگردیم. منتها حرف شما به وجد آورد. به قول امروزی ها میخوام یه 3 بیت شعر رو با شما و مردم به اشتراک بذارم. اجازه میدین؟ گفت ای درد همه درمان از خاک سر کویت، 30 جزء کتاب الله بسم الله ابرویت. توحید، ولایت، دین، ایمان به تو مینازد. تورات، زبور، انجیل، قرآن به تو مینازد. بیش از همه ای مولا ایران به تو مینازد. جانم به امام رضا. بریم بفرمایید. نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر بکنم. این که هنوز پای تلویزیون نشستین دارین دل میدین به صحبت‌های دلنشین آقای حائری زاده عزیز و نازنین. یه 7-8 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر باقی نمونده. خدا کنه همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم. داریم از مختصات فضائل اخلاقی و
رفتاری آقا امام رضا جانمون، عالم آل محمد، امام الرؤوف میشنویم و قند تو دلمون هم آب میشه. خواهش میکنم. امام رضا علیه السلام عرض کردیم با قرآن مانوس بود، بلکه خودش قرآن ناطقه. اگر قرآن رو بخوایم در واقع تعریف کنیم، تعریفش با اهل بیت. اگه اهل بیت رو بخوایم تعریف کنیم، تعریفش با قرآن. بی خود نیست برام بفهم این دو در کنار من تا لن یفترقا. اصلا اینا جدا شدنی نیستن. عرضم اینجاست که صحبت سر این بود که تدبر رو در قرآن. نمونه یه حکومت فاسد رو میخوای ببینی، فرعون رو ببین. انا ربکم الاعلی انه کان عالیا من المسرفین. نمونه یه حکومت پاک رو میخوای ببینی، جناب سلیمان رو ببین. ببینی اینجوری نیست که قرآن مثلا 1400 سال پیش نازل شده، نه، اصلا آیات آدم نگاه میکنه که انه برای همین امروز ماست. همینطور. آیات جهاد رو ببینید، امروز مردم غزه رو آدم نگاه میکنه. این همه بلا، این همه مصیبت، اما ذکرشون حسبنا الله و نعم الوکیل. آقا 6 تا 7 اعضای خانواده از دست رفته، شهید شدن، خونه، زندگی. چه ایمانی میخواد؟ چه قدرتی میخواد؟ غیر اینکه این قدرت ایمانه. بعد جالب اینجاست که یه چیزایی، حالا من میخوام بگم تو سبک زندگی امام هشتم علیه السلام روایت داریم شیعتنا ینامون اول اللیل. شیعیان ما اول شب میخوابه، یعنی دیگه حدود 10 دیگه خوش بینانش باید بخوابیم که سحر رو درک کنیم و بالاسحار یستغفرون. یا شاید بدبینانه ترین حالتش دیگه 10 مثلا. حالا عرض شود که شب و زودتر بخوابیم، سحر رو درک کنیم. آن که سحر ندارد از خود خبر ندارد. خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده آملیو. الهی خروس را سحر باشد، حسن را نباشد. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بابا امام رضا اهل نافله شب بود، اهل نافله شب بود. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله، من نمیتونم 11 رکعت نماز شب بخونم، چیکار کنم؟ فرمود فردا قضاش کن، 11 رکعت فرداش قضا کن. حال اون نفشم ندارم. فرمود اون 3 رکعت آخر بخون، 2 تا شفع و یه وتر و 1 رکعت وتر. گفت حال ندارم، نمیتونم. قضاشو بخون، حال ندارم. فرمود نماز مغرب عشا تو که به جماعت میخونی، بعد از نماز عشا آمن الرسول رو بخون. گفت نمیتونم، حال ندارم گاهی وقتا. عجب طرف، حالا یا رندی میکرده میخواسته در واقع از آخرش به کجا ختم میشه، یا واقعا حالا. امام هشتم فرمودن نصف شب بلند میشی که تشنت که میشه. گفت آره. بلند میشه آب بخوری که؟ گفت آره گاهی بلند میشم آب بخورم. فرمود وقتی آب خوردی بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آخه ای جان، یعنی حالت، میدونید میخوام بگم که انقدر اینا رؤوفن، انقدر اینا رؤوفن، انقدر اینا کریمن. چرا به امام رضا گفتن رضا؟ چرا گفتن رضا؟ چند تا وجه براش گفتن. یه وجه اینه که امام رضا به مقام رضا رسیده بود. طلبکار از خدا نیست، طلبکار نیست. گاهی وقتا ما طلبکارانه با خدا حرف میزنیم، خدا اینو به من بده، اگه دادی نماز بخونم روز، اگه ندادی خداحافظ. خیلی رسم بندگی نیست. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. ما که نمیدونیم، والله یعلم و انتم لا تعلمون، سوره بقره است. یعنی اینا رو خیلی باید مواظب باشیم، طلبکار نباشیم. خدا اگه صلاح من هست به من بده. بعد خدا اینقدر نازنینه، اینقدر مهربونه. من با این کلمه خیلی صفا میکنم. میدونید از 1001 اسم خدا یکی از اسمای خدا سید الساداته. مشتی ها، آقای آقا،
بزرگ بزرگا، سید سادات، آقای آقا، بابا تو خیلی آقایی، خیلی با وفایی، خیلی مشتی هستی، همین که منو تحمل کردی، همین که گافای منو رو نکردی، همین که آبرو منو نبردی، همین که خلوتهای منو هیچ کس نمیدونه، فقط تو خبر داری، خوبیای منو پخش کردی، کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته. خیلی آقا هستی، لذا به مقام رضا اصلا خدایا تو اینجوری واسه من پسندی، من تسلیم باش، اگه اینه باشه، تو راضی هستی؟ آره من راضیم، همون کافیه. چرا به امام رضا گفتن؟ خدا ارادش تعلق گرفته امام هشتم علیه السلام وسیله‌ای باشه که بنده ها از دست خدا راضی باشه، کار را اندازی کنه. آخه کار، لذا تو روایت داره امام هشتم قیاس هذه الامه، قوس هذه الامه. دیدید کارد به استخون میرسه میگیم یا قیاس المستغیثین، ای فریاد رسه درماندگان، اونایی که دیگه دارن به آخرش رسیدن، یا قیاس هذه الامه. بابا عنایت میکنه، والا عنایت میکنه. گفت جواب نمیده. گفتم کی صدا کرد آقا جواب نده؟ منتها یه وقت یه چیزی شما من از خدا میخوایم که الان صلاحمون نیست، 5 سال دیگه صلاحمونه. یه مثال ساده بزنم، یه بچه‌ای از بابا شکلات میخواد، سینه‌ش هم سرفه میکنه، درد میکنه. اگه این بابای شکلات نخره لطف کرده یا بخره؟ اگه نخره لطف کرده. بله. با بچه فکر میکنه بابای کنس بازی در میاره، خسیس بازی در میاره. نه، بابای عین لطفشه. اون نمیدونه ولی بابای میدونه. چیزایی که ما از خدا میخوایم یه بخشش مال این که اصلا صلاحمون نیست. همیشه تو دعا میگیم اگه خدای صلاحمونه این چیزو به ما بده. صلاحمون نیست، نه. آقا ریش و قیچی دست خودت دیگه. لا جبر ولا اختیار بل امر بین الامرین. هم جبر هم اختیاره، همون یه ذره اختیار هم بده دست خودش. به بهترین وجود بلا نقشه میکشی میری جلو، کیف میکنی. یه وقتی یه کسی آماج دردها و گرفتاری روزگار بود، میخندید، گفت خدا خیلی منو دوست داره، منو اینجا قرار داده، تحت فشارم، خیلی اذیتم، ولی میدونم همون لحظه دعا کنم مستجاب میشه. میدونی اتفاقا تو اوج بلاها توسلات شروع میشه، تو اوج بلاها نذرا شروع میشه. اگه دردت نمیدادم، اگه حالتو نمیگرفتم، نه اینکه بخواد خدا حال بگیره، یعنی اگر اون بلیه نمیشد، این حال خوشو داشتی، چقدر حاضری بدی من این حال خوشتو بگیرم؟ پول بهت میدم حال خوشتو بگیرم، حاضری بدی این حال خوشتو؟ تا میگن امام رضا اشکت میاد، تا میگن آ خدا اشکت میاد، این حال مال کجاست؟ لذا من میخوام بگم که امام هشتم خدا مأمورش کرده ما از دست خدا راضی باشیم که ما هم به مقام رضا برسیم. من یه چیز دیگه هم از این حرف میگیرم. بفرمایید. میفرمایید که امام رضا رو خدا مأمور کرده که رضاست برای اینکه کاری بکنه که ما از دست خدا راضی بشیم. پس اینایی که کار مردم رو راه میندازن چقدر عزیزن پیش خدا. بله. حالا چون شما فرمودید ثواب کار راه اندازی کار مؤمن ثواب 9000 سال عبادت رو داره. عجیبه. 9000 سال عبادت، اونم چه عبادتی؟ صائما بالنهار قائما باللیل. الله که ان شبا نماز شب کنه، روزا هم روزه میگیره. اینقدر ثواب داره، اینقدر مهمه. مگه یادتون نیست مرحوم آیت الله فاضل فرمودن 60 سال 70 سال تمام روایات اهل بیت رو مطالعه کردم، در بین اون چه که دریافتم هیچ کاری به اندازه راه انداختن کار مؤمن نیست. اگر کسی به شما گفت از کجا، بگید فاضل گفته است. آره واقعا میگن اون همه مستحبات رو بذارید کنار، واجبات انجام فقط همین کار رو بکنید. هر کم از بودی چرا اصلا آخه میدونید خود اهل بیت هم تو این قضیه پیش قدمن دیگه. بله. یعنی شما نگاه بکنید که از اگه نگم مهمترین، یکی از مهمترین کارهایی که اهل بیت انجام میدادن در طول تاریخ همشون این بود که کار مردم مؤمنین رو روایت بخونم کوتاه. بفهم. امام صادقی که اومد خدمتشون عرض کرد که آقا ما خیلی شیعه داریم تو شهر. آره. گفت مثلا چجوری؟ گفت خیلی اهل نماز جماعت هم کارهایی که ما هم میکنیم، دعا و ثنا و اینا. حضرت یه جمله فرمود کیف مشاهدت و اغنیائهم فقراءهم.
کیف مشاهدت اغنیائهم فقراءهم، ثروتمندا به فقیراشون میرسن. گفت آقا این یه قلمو شرمنده. فرمودن شیعه ما نیستن که. مگه میشه؟ حالا یه کمک فکریه، کمک مالیه، آقا دستگیریه، آقا حرمت مؤمن رو نگه دار. اصلا یه چیزایی وقت میگم نمیخوام بشنوم، اصلا نمیخوام بشنوم. همین تو اشاره کردی من فهمیدم این دال بر ایمان طرفه، دال بر اعتقاد طرفه. هی هم نزنیم، هی بازش نکنیم. دوست داریم کسی مکشوفه ما رو ببینه؟ نه. همونجوری که ما دوست نداریم دیگران هم دوست ندارن. انشالله که امام رضا به هممون نظر مرحمت کنه. و یه جمله رو عرض میکنم و تمام. از برکات زیارت امام رضا اینه که آدم وقتی میخواد جون بده راحت جون میده. از برکات زیارت امام رضا اینه که شب اول قبل حضرت عنایت میکنه. تو خونمونیم صلوات مخصوصه، روزی 1 ربع 10 دقیقه خلوت با امام رضا، خلوت با امام حسین. بله. اینا باب الله هست. خیلی ممنونم، خیلی حظ بردم. اجرتون با حضرت آل محمد. خدا شما زنده باشید. خیلی ممنونم تا پایان برنامه خودتون تماشا کردین. شب جمعه است. عرض میکنم که امام رضا جان سلام الله علیه فرمودن اگه میخوای فردا قیامت بدون گناه خدا رو ملاقات کنی، در دنیا تا میتونی به زیارت حسین ابن علی در کنار شط فرات برو که زیارت او زیارت خداست بر فراز عرش. پنجره فولاد رضا برات کربلا میده. به هر کی که کربلا میره از حرم رضا میره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا حق. خداحافظ.